این معما رو جواب بده ببینم چقدر ذهن کارگاهی داری. آقای جیمز و همسرش مری داخل یه خونه زندگی میکردن که از قضا تو اون خونه 4 نفر دیگه هم بودن. یه روز که جیمز برمیگرده خونه جسد مری رو روی مبل پیدا میکنه. کارآگاه میاد و با توجه به شواهد میفهمه که قتل توی 1-2 ساعت گذشته شکل گرفته. کارآگاه میره و از هر 4 تا همخونه‌شون سوالایی رو میپرسه که بدونن توی زمان قتل هر کدوم داشتن چه کاری انجام میدادن. میا گفته که من تو آشپزخونه بودم، کل این 2 ساعت گذشته رو داشتم آشپزی میکردم و فیلان بیسار. جان گفته آقا من تو باغچه بودم، مثلا داشتم مطالعه میکردم، منو چه به قتل هستم بابا. جنیفر هم گفته بابا من 3 ساعت داشتم شنا میکردم تو استخر، اصلا قتل چیه، نمیچسبه این انگا به ما آقا. جین هم گفته من مشغول نقاشی کشیدن بودم، داشتم نقاشی میکشیدم دیگه. کارآگاه هم ازشون میخواد دستاشونو بهش نشون بدن و این میشه نتیجهش. حالا بگو ببینم قاتل کیه؟ جوابشو تو کامنت اول گفتم. لایک و ساب کن بعد برو بخون خدایی.